وای وای وای. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیوی یوتیوب من. بچه‌ها امشب قراره چیکار کنیم؟ امشب قراره با هم از ترس بترکیم و خایفم بشیم. حالا میگی چرا؟ یکی از دلیلش اینه که آقا من یه فایلش از اینترنت پیدا کردم و یه فایل بازی پیدا کردم که روی سیستم نصب میشه و میگه که اگر این بازی رو نصب کنی سیستم تسخیر میشه و به چخ میره. حالا من تصمیم گرفتم امشب این بازی رو روی سیستمم تست کنم و ببینیم که با هم چی میشه و اینایی که واقعا خودم خیلی هیجان دارم. پس حتما اگه دوست داری دوست داشتی لایکو بکوب، نکوبیدی فدا سرت، عشق منی، قلب منی، باز دوستت دارم رفیق، خیلی دوستت دارم، سرت درد نیارم. بریم. هشم میشه اینجوریه. یه وایب خاصی داره این بازی، نمیدونم چرا واقعا. اوه 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 آجی چه وایبی داره این ناموسن. از این بازی یه چیزه. چیکار کنم الان من اینجا؟ رفیق اگه این ویدیو رو میبینی همین درخت تو بچه این وای خدا حتی بچه با شما نبودم و اینو برای ویدیو اینو برای رفیقاتون بفرست داداش. اگه اینو میبینی واقعا قیبش. خب بچه ها بریم سراغ این دیگه دره، ولی دلم نمیخواد وارد دره بشم، نمیدونم چرا. فکر نکنم اتفاقی خوبی بیفته واقعا. روم 1 چی؟ خب چپتر 1 فیر. بچه من این بازی رو انجام داده بودم. وقتی تازه بازی رو نصب کردم رفتم تو بازی یه تست بکنم ببینم چه جوریه. خب برنامه احساس میکنم یه وای 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 این چیه ناموسن؟ Find you پشمو جین چه اینجوری شو؟ مثلا لابی الان این با همینو میریم چه خبر. چپتر 1 فیر. آجی این چیه ناموسن؟ این چیه آجی؟ اینجا هم یه دره ولی علاقه ای ندارم این وارد این دره بشم. بچه بریم. آجی خیلی بازیه. چرا آجی چی نمیشتیم این بالا؟ نمیشتی که وای نخورم دوباره این قطار آجی. آجی وارد این دره بشیم ببینیم چیه. امام حسین واقعا نمیدونم این چیه. برو دیگه لعنتی. بریم توی میبینیم چیه. اینجا کجاست دیگه؟ چیکار کنم الان من اینجا؟ این چیه دیگه؟ چه گوهی نمیتونم بخورم ها. خون نیست این ناموسن؟ در کشو باز نمیشه نه؟ گور پدرش. خب بچه بریم. اون دره چیه؟ از این در اومدیم؟ دقیقا یادم نمیاد از کدوم در اومدم. آره از همین در اومدم. آجی چه وایبی داره این بازی.
چی اینجا؟ این چی دیگه؟ دوربین مدار بسته داره برگام آجی. یه بار دیگه نمیشه ببینیم وایسا. نه مثل اینجا آجی پشمام دوربین مدار بسته داره. بچه ها این کیفیت بازی رو آوردم رو پایین. خب رو پایین ترین کیفیت گذاشتم در حدی که واضح باشه. گذاشتم رو کیفیت پایین که چون این بازی یه جوریه که مثلا FPS بازی رو میاره پایین، یه جور ویروسی، یه جوریه کامپیوتر رو تسخیر میکنه دن سرویس. آره بخاطر اون کیفیت بازی آوردم پایین. ببینیم چه خبره. ای دن سرویس میبینید حاجی. برو حاجی این پشت نباشه یهو. برو وای بابا چه کسشری آخه. داداشی مرسی که تا آخر ویدیو رو تماشا کردی. توی که تا آخر ویدیو اومدی پس بکوب رو دکمه سابسکرایب چنل خودت که یه وقت باخت ندید داداشی. پس اگه تا اینجای ویدیو اومدی و ویدیو رو لایک نکردی یه لایک مهمونمون بکن عشق داداش. اگه از این ویدیو خوشتون اومد از این سبک کلا ویدیو خودتون تو کامنت رو نظرتون رو بگید که خیلی دوست دارم بدونم و بیشتر از این ویدیو براتون میگیرم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اوجی واقعا بازی خفنی بود ولی خب آجی سیستم واقعا FPS رو میاره پایین. یه ذره لگ میگیریم واقعا. اصلا یه بازی عجیب و غریب ترسناکه. بچه‌ها عشقای منید قربونتون برم. من تا ویدیوی بعدی خداحافظ. ویدیوی بعدی میبینمتون. بای بای.